شب در حقیقت پری شب که بازی برگزار شد نتونستیم بازی رو پیروز بشیم. امیدواریم که در این مسابقه بتوانیم پیروزی را از آن خود بکنیم. فرزاد محمودی کاپیتان ماست در نبود اکبر کاظمی و محمد جواد سفری که دوباره به کشور ایران برگشتند تا در تمرینات و اردوی تیم باشگاهیشان حضور پیدا بکنند. مهدی نوروزی هم که نیست و از 2 بازیکن جدید در ترکیب استفاده خواهد برد. باید ببینیم که این بازی چگونه ادامه پیدا خواهد کرد و چگونه پیگیری خواهد شد. محمد رضا کریمی به عنوان شماره 10 در این مسابقه جانشین اکبر کاظمی شده. این چهره مجید مرتضایی رو می‌بینیم. امروز رسما تایید کرد که مهدی نوروزی به جام ملت‌های آسیا نمیرسه و به نظر میرسه که مسئولیت مهدی نوروزی جدی هست و دچار پارگی رباط صلیبی شده و احتمالاً 6 ماه از میادین دور خواهد بود. حتی برای تیم باشگاهی خودش هم نخواهد توانست بازی بکنه. آبی‌های کویت در مقابل سرخ‌های افغانستان قرار می‌گیرند و امیدواریم که تیم ملی فوتسال کشور ما در این مسابقه پیروزی ارزشمندی را کسب بکنه و از همه مهمتر بازی خوبی را از تیم ملی فوتسال کشور ما شاهد باشیم در این مسابقه. مجید مرتضایی رو در تصویر می‌بینیم و آبی‌ها یا الازرقا که لقب تیم ملی کویت هست بازی را آغاز خواهند کرد. از سمت چپ به راست در نیمه اول ما به توپ ضربه میزنیم و از سمت راست به چپ تیم ملی فوتسال کویت. از این لحظه مسابقه آغاز میشه و ببینیم که چه اتفاقاتی در این مسابقه رقم خواهد خورد. آبی‌های کویت مالکیت توپ رو در اختیار دارن. پاس‌های کوتاه 19 دقیقه و 43 ثانیه از نیمه اول باقی مانده. یک بار دیگه بازیکنان کویت پاس‌های کوتاه رد و بدل میکنن. مثل بازی قبلی مالکیت توپ از اون بازیکنان کویت هست و عملکرد خوبی حداقل به لحاظ تسلط روی توپ و بازی در بازی قبلی نداشتیم. امیدواریم که در این مسابقه برعکس باشه و فقط در همین چند ثانیه آغازین این عملکرد رو ببینیم از تیم ملی فوتسال کشور ما. فعلا که واکنشگرا بازی میکنه. نزدیک میشه سید حسین موسوی یک بار دیگر و توپ رسیده به دروازه‌بان کویت. بیش از 1 دقیقه از نیمه اول گذشته و بازی 0-0 مساوی دنبال میشه. حالا بازیکنان ما این پاس علی احمد محسنی رسیده برای محمد مرادی. حمید رضا حسینی پاس خوب به مقصد نرسید. حالا فرصت هست. صالح الفاضل و باز هم توپی که در اختیار دروازه‌بان ما قرار میگیره.
این چهره شماره 9 تیم ملی کویت رو میبینیم. ناصر الالبان، حرکت خوب بازیکنان ما و حمید رضا حسینی که نتوانست دروازه محمد الحزیم رو باز بکنه. بار دیگر بازیکنان کویت توپ رو در اختیار دارند. پاس اشتباه و توپی که به بیرون میره. چهره احمد الفارسی رو میبینیم. یک بار دیگر پاس برای بازیکنان همدسته. فرزاد محمودی نتونست توپ رو برسونه برای سید حسین موسوی و صالح الفاضل عمل کرده بهتری داشت. خالد انور بازی رو آغاز میکنه. یک بار دیگر پاس احمد الفارسی. پاس رسیده برای علی احمد محسنی. به نظر میرسه که دروازه‌بان علی احمد محسنی است در نبود محمد جواد سفری. علی رضا جعفری هست چون ترکیب اعلام نشده در قبل از شروع این مسابقه. از دور چیزی که من دیدم علی احمد محسنی بود و بله علی احمد محسنی است چون علی رضا جعفری روی نیمکت بود. یک بار دیگه بازیکنان ما فرزاد محمودی پیراهنش رو کشیدن و توپ بیرون رفته. کاپیتان تیم ملی فوتسال ما هست در این مسابقه. این پاسی است که داده شد فرزاد محمودی و حرکت عجیبی رو انجام داد بازیکن کویت صالح الفاضل. پاسای کوتاه. چقدر خوب بازی میکنه کویت، خیلی بهتر از ما بودند و خطا به نفع کویت اعلام میشه. خطایی که یار شماره 6 ما علی خدادادی مرتکب شده. خطا رو البته امید قنبری مرتکب شده ولی توپ رو علی خدادادی گرفت. نیکیتا از کشور ازبکستان داور وسط این مسابقه است. فرصت هست، پاس داده میشه. صالح الفاضل عالی توپ رو میگیره دروازه‌بان ما. توپگیری مجدد از سوی بازیکنان تیم ملی کویت و توپی که حالا دفع میشه. امید قنبری باید بازی رو آغاز بکنه. علی احمد محسنی درون دروازه قرار گرفته. زیاد حضور او در ترکیب تیم ملی فوتسال رو ندیدیم. علیرضا جعفری بازی کرده در جام ملت‌های آسیا و درخشش هم داشت علیرضا جعفری ولی احمد محسنی رو زیاد ندیدیم. فرصت هست، یک بار دیگر پاس و توپی که به بیرون زده میشه. 17 دقیقه و 4 ثانیه تا پایان نیمه اول این مسابقه زمان باقی مانده. پا عوض میکنه مهران غلامی. فرصت هست برای زدن ضربه و توپی که به بیرون میره. یک بار دیگه بازیکنان کویت این حرکت خوب ناصر الالبان توپش رو میگیرن. فرصت هست برای مهران غلامی. پاسش خوب نیست و به مقصد نمیرسه. خدادادی بازی رو آغاز خواهد کرد. سید حسین موسوی پشت این ضربه آزاد قرار گرفته. باید ببینیم که چگونه استفاده خواهد برد. آیا مستقیم خواهد زد یا اینکه کار ترکیبی انجام میده. پاس میخواد بده که موفق نیست. پاسش نمیرسه برای فرزاد محمودی. درخشش این دو در رقابت‌های جوانان زیر 20 سال فوتسال آسیا در سال 2019 رو به خاطر داریم. تیم ملی فوتسال ما با درخشش این دو بازیکن توانست
جایگاه دوم آسیا رو بعد از ژاپن کسب بکنه. یک بار دیگر توپگیری فرصت هست. مهران غلامی رو به عقب. توپگیری از سوی بازیکنان کویت، پاس لایی و توپی که با عملکرد خوب علی احمد محسنی به بیرون رفت. کرنر برای کویت باید اعلام شده باشه چون علی احمد محسنی تاثیر گذاشت. کرنر باید زده بشه برای کویت. صالح الفاضل باید کرنر پاس بده. حالا فرصت هست. مهران غلامی توپ رو بایی کرد که موفق نبود. امیدواریم مهران در این مسابقه بدرخشه و عملکرد بازی قبلی خودش رو جبران بکنه در این مسابقه. و دیگه بازیکنان کویت، پاس رو به عقب علی خدادادی، خالد انور، توپگیری فرصت است برای افغانستان و فرزاد محمودی. توپگیری مشترک مهران غلامی و فرزاد محمودی، پرس عالی و گلی که برای افغانستان به ثمر میرسه. فرزاد محمودی گلزنی میکنه. نتیجه بازی 1-0 شد به سود شیران خراسان. زننده گل فرزاد محمودی است. توپگیری خیلی خوب و کار تمام کرد کاپیتان ما فرزاد محمودی. در بازی قبلی هم خوب بازی کرد و یک پاس گل هم داد به حمید رضا حسینی و توپی که حالا به بیرون میره. توپ به بیرون رفته. یک بار دیگه خالد انور برای کویت. ناصر الالبان، تو به دروازه‌بان رسیده. خالد انور، پرس خوبی میکنیم بازیکنان کویت. رضا حسین پور پاس رسانده، فرصت هست و تو به دروازه‌بان میرسه. تو بلند فرستاده شد و رسیده به دروازه‌بان ما برای علی احمد محسنی. حمید رضا حسینی، یک بار دیگه پاس به مقصد نمیرسه. طبق چیزی که ما قبلا به خاطر داشتیم و به ذهن داشتیم، دروازه‌بان دوم ما علیرضا جعفری بودیم، ولی علی احمد محسنی در این مسابقه در اون دروازه قرار گرفته و دروازه‌بان خوبی هم هست. علیرضا جعفری که واقعا خوب هست و جانشین مناسبی برای محمد جواد سفری است. علی احمد محسنی هم حالا در این مسابقه فعلا خوب نشان داده. یک بار دیگر پاس، فرصت هست، پاس نرسید برای حمید رضا حسینی. یکی از درخشان ترین بازیکنان ما در بازی قبلی بود. با وجود اینکه عملکرد تیمی ما آنچنان خوب نبود، به لحاظ فردی او نسبتاً عملکرد خوبی داشت. یک بار دیگر بازیکنان الهلال، بازیکنان اسخای میکنم کویت، از بس لباس آبی رو دیدم یاد الهلال میفتم. فرصت هست و خطا روی علی احمد محسنی اعلام شده. این حرکت خوب صالح الفاضل هست و توپی که در 2 مرتبه گرفت و بازی خطرناک احمد الفارسی اعلام شد. یک بار دیگر بازیکنان کویت،
توپ رسیده برای سید حسین موسوی. یک بار دیگر فرصت هست. مرتضی حسینی در بازی قبلی گلزنی کرد و اولین گل ما رو به ثمر رساند. حالا حمیدرضا حسینی پاس در عرض، سید حسین موسوی، حمیدرضا حسینی بازی رو سری آغاز میکنه، ضربه خطرناک سید مرتضی حسینی و توپی که به بیرون میره. این چهره پسر طلایی فوتسال افغانستان سید مرتضی حسینی رو با هم دیدیم، به خوبی جای خود در تیم ملی فوتسال پیدا کرده. سید مرتضی حسینی مثل عباس حیدری و نسل نوین فوتسال افغانستان به حساب میرن این دو. سید حسین موسوی بازی رو آغاز بکنه، پاس رو به عقب، فرصت برای شوت زنی سید مرتضی روی پای چپ آورده. مرتضی باید بزنه ضربه خودش در عرض زمینی، فرصت هست و رضا حسین پور هم موفق نبود. حالا فرصت برای آبی های کویت و توپی که به بیرون رفته. این حرکت است که انجام شد و توپ به بیرون رفت. بازی رو بعد آغاز بکنه احمد الفارسی. دو سه بازیکن تعویض شدن. رضا حسین پور از بازی بیرون رفت و دوباره علی خدادادی وارد زمین شده مثل محمد مرادی. این حرکت خوب، فرصت هست. ببینید با این موقعیت چه میکنیم. این ضربه‌ای که زده شد دروازه‌بان برگشت میره با پا، هنوز فرصت هست. حالا سید حسین موسوی، محمد مرادی، بچه پیک بار دیگر به بیرون رفته. ضربه اوت برای کویت به دست آمده. این حرکتی است که عباس حیدری انجام داد، ضربه خودش زمینی زد و دروازه‌بان خوب برگشت شد با پا. 12 دقیقه و 45 ثانیه تا پایان نیمه اول باقی مانده. ارسال بلند دروازه‌بان کویت عباس حیدری. محمد مرادی باید بازی رو آغاز بکنه. عباس حیدری مجددا باید بازی رو آغاز بکنه. عباسی که درخشان ترین بازیکن ما در جام بازی‌های آسیای جوانان بود به همراه علیرضا احمدی. حالا فرصت هست. امید قنبری، ضربه امید قنبری و توپی که در دستان دروازه‌بان قرار میگیره. یک بار دیگر توپگیری از بازیکنان ما. فرصت هست برای عباس حیدری، پاس عالی عباس، فرصت برای شوت زنی امید قنبری و گل دوم. گل دوم ما هم به ثمر میرسه توسط شماره 9 ما امید قنبری. گل دوم رو به ثمر رسانده. پست رأس خطرناک ما گل دوم شیران خراسان رو به ثمر میرسانه. این ضربه که به زیبایی هرچه تمامتر زد و تو درون دروازه کویت قرار گرفت. تماشاگران حاضر در سالن رو با هم میبینیم. دوازده دقیقه و 8 ثانیه باقی مانده. این هم هموطنان ما حاضر در جمنازیوم که بازی را از نزدیک تماشا میکنند.
بازیکنان کویت یک بار دیگر بازی را آغاز میکنند. در این مسابقه با وجود اینکه تسلط زیادی روی بازی نداشتیم ولی گل‌های خوبی زدیم، نتیجه را در اختیار داریم و گل هم نخوردیم تا اینجای کار. حالا فرصت هست برای کویت و توپی که به بیرون میزنه مدافع ما محمد مرادی. همچنین علی احمد محسنی تا اینجای کار کلین شیت کرده. کلین شیت کردن در فوتسال خیلی کار سختی است، تقریبا نزدیک به غیر ممکن هست ولی گاهن اتفاق میفته. کلین شیت هم مثلا در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا ما یک بازی کلین شیت کردیم، مگر اینکه تیم مقابل خیلی ضعیف باشه، تفاوت سطح دو تیم خیلی زیاد باشه، تیم یک از تیم‌ها میتونه کلین شیت بکنه. فعلا که کویت مقابل ما نتوانسته. در این مسابقه در بازی قبلی هم همینطور 4 گل خوردند. حالا بازیکنان کویت پاسای کوتاه رو بین هم رد و بدل میکنند. بازی خوبی را انجام میدن کویتی‌ها، انصافا فوتسال خوبی داره کویت. عربستان هم به همین منوال تیم فوتسال خوبی داره، نباید دست کم بگیریم. مالزی دیگر هم گروه ما هم تیم بسیار خوبی است. نتایج خوبی این دو کشور در بازی‌های دوستانه‌شان در حال گرفتن هستند. ایران هم که برای همه مشخص است که چه تیمی در سطح آسیا و جهان هست. اشتباه بازیکنان کویت تو به بیرون رفته و ضربه اوت برای افغانستان به دست آمده. علی خدادادی و توپی که به سود کویت بازی بعد ادامه پیدا بکنه. یک بار دیگه فرصت هست. این ضربه که زده میشه با پا توپ رو به کرنر میفرسته دروازه‌بان کویت. خالد انور خیلی خوب با پا توپ رو سیو میکنه. یک بار دیگه ارسال، این ضربه و توپی که در دستان دروازه‌بان قرار میگیره. پا عوض میکنه مهران غلامی. حرکت دیدنی مهران با قدرت بدنی بالا. بازیکنان کویت توپش رو گرفتن. فرزاد محمودی، حرکت دیدنی فرزاد. حالا مهران غلامی فرصت داره، تسر توپ میزنه و با خطا به نظر توپش رو گرفتن که البته داور معتقد به خطا نبود. بار دیگه بازیکنان کویت توپ از دست دادن. فرصت هست برای شیران خراسان. بازیکنان کویت همچنان توپ در اختیار دارند. حرکت بسیار خوب. فرصت هست. توپ بازیکنان کویت رو بچهای ما گرفتند. حمید رضا حسینی، فرزاد محمودی، حالا مالکیت خوبی روی توپ داریم و تسلط بسیار خوبی روی بازی. بازیکنان ما توپ رو گرفتند. برای حمید رضا حسینی به عنوان عقبگیر خوب بازی میکنه. حالا حرکت خوب، بازی که رسیده برای مهران غلامی، رو بغل برای علی احمد محسنی. سریع عوض کرد مهران خودش رو با امید قمری. فرصت هست برای رضا حسین پور. توپش رو گرفتند.
حرکت خوب، تکل بازیکن ما حاصلی نداشت و حمیدرضا حسینی توپ رو به بیرون میفرسته. 8 دقیقه و 35 ثانیه باقی مانده. محمد مرادی و خطا به سود افغانستان. خطایی که واضح بود. یا شماره 10 خطا رو مرتکب شد. 10 کویت عبداللطیف العباسی. مرتضی حسینی، علی خدادادی پوست اندازی کرده تیم ملی ما، حتی شده به اجبار در این مسابقه. جواد سفری و اکبر کاظمی رفتن دوباره به ایران و مهدی نوروزی هم که مصدوم هست. بازی مرتضی حسینی آغاز میکنه. علی خدادادی، بار دیگر سید مرتضی حسینی خیلی خوب بازی میکنه در سمت راست، واقعا فوق العاده است حرکتاش. حتی گاهن از فرزاد محمودی هم بهتر عمل میکنه. توپش رو به بیرون زدن. 8 دقیقه تا پایان نیمه اول. تو گیری از توی بازیکنان تیم ملی ما و توپ مرتضی حسینی رو گرفتن کویتی‌ها. حالا این ضربه علی خدادادی و توپی که باز هم به بیرون رفته. یک تتو هم روی پای خودش داره سید مرتضی حسینی. برخورد شدیدی بود. امیدواریم که مسئولیت مرتضی حسینی جدی نباشه. در پست فلنک راست نیاز شدیدی داریم به مرتضی حسینی. محمد مرادی باید بازی رو آغاز بکنه. رها میکنه برای علی خدادادی. عباس حیدری. حالا بازیکنان کویت پرس خوبی رو شاید بودیم از توی امید قنبری. یک بار دیگر توپگیری از توی بازیکنان ما و بازیکنان کویت دوباره پس میگیرن. تسلط خوب بازیکنان کویت روی توپ بازی. نزدیک میشه عباس حیدری ولی موفق نیست که توپ رو بگیره و حالا خطا رو هم به نظر مرتکب شد که نه، توپ به بیرون رفته و ضربه اوت برای شیران خراسان به دست آمده. این حرکت صالح الفاضل هست. این حرکت عباس حیدری خطا اعلام نشد از سوی داور و بازی ادامه پیدا میکنه به سود ما. خالد الانور دروازه‌بان تیم ملی کویت رو با هم می‌بینیم. از دروازه‌بان بازی قبلی خودش استفاده نبرده. فهد الخواری بود دروازه‌بان دیگر کویت. حالا بازی رو آغاز میکنن بازیکنان ما و توپش رو میگیرن کویتی‌ها. توپ عباس حیدری ره. بازی رو بعد محمد مرادی آغاز بکنه. کوتاه کار میکنه، فرصت هست، میچرخه و میزنه ضربه خودش. امید قنبری. همچنان بازیکنان کویت در خط دفاعی گیر کردن و حالا توپ بیرون میره و بازی رو بعد دروازه‌بان کویت آغاز بکنه. بار دیگر توپ بیرون رفته.
داور دست به کیسه شده و کارت زرد به بازیکن تیم ملی ما به محمد مرادی داده شده. خطا به سود کویت. صالح الفاضل باید بازی رو آغاز بکنه. حالا این ضربه خطرناک، همچنان فرصت هست. رضا حسین پور وارد زمین شد. یک بار دیگه بازیکنان کویت ضربه خطرناک و واکنش دیدنی دروازه‌بان علی احمد محسنی. خیلی دروازه‌بان خوبی نشان داده. بار دیگه بازیکنان کویت. حالا این ارسال، این ضربه والی و باز هم عالی می‌درخشه علی احمد محسنی. گزارشگر کویتی چه کیفی میکنه، هم از شوت ها و هم از عملکرد دروازه‌بان ما. بازی رو سریع آغاز میکنه علی احمد محسنی. محمد مرادی فرصت هست، پاس در عرض نمیرسه. بار دیگر این پاس که خوب نیست. حالا سریع بازی رو آغاز میکنن بازیکنان کویت و توپی که به بیرون رفت. ضربه دروازه‌بان کویت. ببینید این ضربه‌ای که لحظاتی قبل زده شد، شبیه این حرکت و این ضربه ما در بازی‌های آسیایی جوانان تیم ملی فوتسال زیر 17 سال ما مقابل ایران انجام داد و گل زدیم. پاس عالی عباس حیدری و ضربه تمام کننده علیرضا احمدی که رفت و جال دروازه ایران رو پیدا کرد. علی احمد محسنی باید بازی رو آغاز بکنه. کوتاه بار برای حمیدرضا حسینی، فرزاد محمودی، سید حسین موسوی. حرکت خوب موسوی، یک و دو تکمیل نشد و بازیکنان کویت گرفتند. صالح الفاضل. پنج دقیقه و 48 ثانیه مانده از نیمه اول. همچنین خالد انور یک بار دیگر بازیکنان افغانستان. سید حسین موسوی، این حرکت دیدنی. پاس رسیده برای فرزاد محمودی. یک بار دیگر موقعیت هست و توپ بیرون میره. یک بار دیگر فرصت هست، ضربه که زده میشه و باز هم توپ به کرنر میره. سید حسین موسوی بازی رو به جریان خواهد انداخت. ارسال
خوب که این بار به مقصد نمیرسه. فرزاد محمودی، حرکت خوب فرزاد، میتونه پاس هم بده. توپ رو دوباره پس گرفتیم. رضا حسین پور فرصت برای شوت زنی حتی داریم. پاس رو میبره به سمت چپ. عباس حیدری، عباس برای فرزاد محمودی. خود فرزاد اصلا یک بازیکن که مقابلش هست نمیتونه بگذره، حالا مجبور میشه پاس بده برای رضا حسین پور. صالح الفاضل بعد بازی رو به جریان بندازه. یک بار دیگه فرصت هست، این بار پاس نمیرسه. تو باز هم به بیرون رفته. مهران غلامی باز هم نتونست توپ رو کنترل بکنه. یک بار دیگه فرصت بود و موقعیت برای کویت از دست رفت. این حرکتی که مدافعان ما اجازه موقعیت سازی رو دادن ولی خوشبختانه تبدیل به گل نشد. بار دیگر بازیکنان کویت آبی های کویت همچنان توپ رو در اختیار دارند. بار دیگر فرصت هست و آبی های کویت توپ رو از دست دادند. 2 دقیقه و 42 ثانیه تا پایان نیمه اول. یک بار دیگه فرصت هست. موقعیت خطرناک، توپی که به تیر دروازه ما خورد و روی ریباوند دروازه ما رو باز میکنن متاسفانه. گلی که به زیبایی هرچه تمامتر زدند. یار شماره 14 گلزنی کرده. گل زیبایی زدن. در بازی قبلی هم ما پیش افتادیم چند بار ولی دوباره توانستن بازی رو مساوی بکنن. در این بازی نباید اجازه چون این کاری رو بدیم. دو دقیقه و 20 ثانیه باقی مانده و بازی رو بعد ملی پوشان ما از وسط زمین دوباره آغاز بکنند. این چهره
سید حسین موسوی با پشت پا بازی را آغاز میکنه. رضا حسین پور، محمد مرادی، دیگر ارسال، فرصت هست، با سینه کنترل میکنه رضا حسین پور و توپی که به بیرون میره. چریار شماره 12 کویت رو دیدیم، عمر المنصور، محمد مرادی، خود محمد مرادی، حمید رضا حسینی. پاس نرسید برای رضا حسین پور. در نبود مهدی نوروزی نه در بازی گذشته و نه در این مسابقه تیم ما ثبات عملکردی خوبی رو نداره. به همین دلیل بردهایمان رو و گل‌هایمان رو از دست میدیم. برتری‌هایمان رو فرصت هست. رضا حسین پور ضربه که خوب نزد. جانشین مهدی نوروزی باید همین رضا حسین پور بشه. عقبگیر تخصصی ما رضا حسین پور هست. امیدواریم که برای جام ملت‌های آسیا جواد حیدری هم دعوت بشه. بازیکنی که در اتحاد هرات عالی می‌درخشه. پاس به مقصد نرسید. بازی باید دوباره به جریان انداخته بشه. سید حسین موسوی صحبت میکنه با داور. کارت زرد هم فکر میکنم دریافت کرد به خاطر این حرکتش. هنوز در حال بحث کردن هست با داور. سید حسین موسوی بازی رو آغاز میکنه. این ضربه ای که رضا حسین پور میزنه همچنان ملی پوشان ما موسوی. پاس رو به عقب برای محمد مرادی و اشتباه، نرسید برای حمید رضا حسینی. چهره گارسیا برونو سرمربی تیم ملی کویت رو دیدیم. پاس رو به عقب خالد انور، حمید رضا حسینی برای ما، علی احمد محسنی، رضا حسین پور، محمد مرادی. ارسال خوب محمد مرادی. فرصت هست برای حمید رضا حسینی و توپی که بازیکنان کویت با سماجت به بیرون زدن. یک بار دیگر و اشتباه حمید رضا حسینی. توپ رو تقدیم کرد به دروازه‌بان کویت. 30 ثانیه تا پایان نیمه اول. اشتباه بازیکنان کویت، توپگیری بازیکنان ما و توپی که به بیرون میره. یک بار دیگر کورنر برای شیران خراسان به دست آمده. موسوی پاس رو به عقب. حالا فرصت داره تا علی احمد محسنی هم شوت زنی بکنه. محمد مرادی، یک بار دیگر فرصت هست برای مرادی. توپش زدند و کورنری دیگر برای ما به دست میاد. در این ثانیه ها در حال ارائه بازی بهتری هستیم. محمد مرادی بازی رو به جریان خواهد انداخت. ارسال و توپی که بار دیگر به بیرون میره. خود مرادی دوباره کورنر رو خواهد زد. پاس رو به عقب. کامرای تلویزیونی هم عقب ماند. ارسال بلند علی احمد محسنی و بار دیگر توپ بیرون رفته. ضربه اوت برای ما. فقط 2 ثانیه تا پایان نیمه اول. آخرین فرصت ما تا از این 2 ثانیه یک موقعیت دیگر ایجاد بکنیم. از کنار زمین توصیه هایی رو به محمد مرادی منتقل میکنه مجید مرتضایی. فقط یک پاس و یک شوت
فرصت خواهیم داشت چون 2 ثانیه خیلی زمان کمی هست. حالا این ارسالی که انجام میشه و توپ بیرون میره و این هم پایان نیمه نخست. 20 دقیقه اول نیمه نخست به اتمام میرسه. بازی با نتیجه 2-1 به سود افغانستان به اتمام میرسه در نیمه اول و امیدواریم که در نیمه دوم با عملکرد بهتر بتوانیم گل‌های بیشتری هم به ثمر برسانیم. نتیجه نیمه اول 2-1 به سود شیران خراسان. الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واه سلام کاکا جان، چی اول در خیریات جان؟ من جور سلامت باشی کاکا جان. گمش کدگه باز از ما دور میگردی خدا ونسی. چه کار شده ایده بگو. 100 دفعه با تو گفتم همین اینترنت که من ندارم کاکا جان. هر دم هر ساعت همین هر چی که بردین انداختم اید بپرید برا باو. در عزم خیلی راحت شدم از وقتی که همین وایفا فاصله دگریم. می والله کاکا جان همین چم خمی برای من بگو که خودتون برم دیگه کاکا جان ولیات خدا. آخه تو کی به ما مشکلات خور گفتی؟ هم بچه که گیر مایه گریه میکنه. حالا من اگر گریه کنم داد بکشم فریاد بکشم. خب حالا تو هم میگی دیگه اگه بری که باز یک برنامه جدیدی دیدم که باور بکو کیف کردم. هدیه بدی هدیه بگی. یعنی هدیه بدی هدیه بگی؟ بله. این همین چیه؟ نه والله الان تو رو برم به اونجا به مشتری برحالم. بله تو مشتری جدیدی من تو رو برم اونجا معرفی کنم. بله اگر 100 جیب تو خریداری کنی اینجا جیب هم از طرف ما با تو نه. نوچه جان تو به خدا همی اگه 200 جیب خریداری کنی 100 جیب هم از طرف من 300 جیب گری تو. کاکا جان بیا بر دوا برم. حاله بریم نه از اونجی آمدم. درالله بریم کاکا جان بریم. سرغن داری تو تا واسه داری چرت نزن. کاکا جان یک چیز دیگه حالا به من لطف کردی برای من میری قرار کردم وای فا میگیری بفهمیدی هدیه هم برای من میگیری. عادل من در مقابل از تو چی خدمت کردم میتونم تو؟ بله آخه همین بسته که میگه هدیه بده هدیه بگیر همین تو هم میتونی به من هدیه بدی. چه کنی؟ بله میتونی به دیگه کس هم هدیه بدی به مشتری بیاری. نه چه جانت کاکا جان بریم. واه سلام کاکا جان، چی اول در خیریات جان؟ من جور سلامت باشی کاکا جان. گمش کدگه باز از ما دور میگردی خدا ونسی. چه کار شده ایده بگو. 100 دفعه با تو گفتم همین اینترنت که من ندارم کاکا جان. هر دم هر ساعت همین هر چی که بردین انداختم اید بپرید برا باو. در عزم خیلی راحت شدم از وقتی که همین وایفا فاصله دگریم. نه والله کاکا جان همین چم خمی برای من بگو که خودتون برم دیگه کاکا جان ولیات خدا. آخه تو کی به ما مشکلات خور گفتی؟ هم بچه که گیر مایه گریه میکنه. حالا من اگر گریه کنم داد بکشم فریاد بکشم. خب حالا تو هم میگی دیگه اگه بری که باز یک برنامه جدیدی دیدم که باور بکو کیف کردم. هدیه بدی هدیه بگی. یعنی هدیه بدی هدیه بگی؟ بله. این همین چیه؟ نه والله الان تو رو برم به اونجا به مشتری برحالم. بله تو مشتری جدیدی من تو رو برم اونجا معرفی کنم. بله اگر 100 جیب تو خریداری کنی اینجا جیب هم از طرف ما با تو نه. نوچه جان تو به خدا همی اگه 200 جیب خریداری کنی 100 جیب هم از طرف من 300 جیب گری تو. کاکا جان بیا بر دوا برم. حاله بریم نه از اونجی آمدم. درالله بریم کاکا جان بریم. سرغن داری تو تا واسه داری چرت نزن. کاکا جان یک چیز دیگه حالا به من لطف کردی برای من میری قرار کردم وای فا میگیری بفهمیدی هدیه هم برای من میگیری. عادل من در مقابل از تو چی خدمت کردم میتونم تو؟ بله آخه همین بسته که میگه هدیه بده هدیه بگیر همین تو هم میتونی به من هدیه بدی. چه کنی؟ بله میتونی به دیگه کس هم هدیه بدی به مشتری بیاری. نه چه جانت کاکا جان بریم. واه